دوستای عزیزم سلام وقتتون بخیر. آقا بریم با هم دیگه مارکت رو تحلیل بکنیم بدون هیچ اسلاف وقتی. خب هفته بسیار مهمیه. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید لطفا خواهش میکنم ازتون ویدیو تحلیل بررسی تحلیل و بررسی تقویم اقتصادی هفته پیش رو ببینید. چقدر عنوان سختی شد. حتما اون ویدیو رو ببینید از بابت اینکه به شدت میتونه تاثیرگذار باشه توی دیدگاهتون نسبت به اتفاقات هفته. من الان مثلا شاخص دلار رو میخوام مورد بررسی قرار بدم. توی یک ساعته گفتیم ترند روی بالا بده، تو هفته‌های گذشته تو 3 هفته پیش ترند روی بالا بده، دلار رو بای میزنیم. این ترند روی بالا هم داده، محدودهای هفته پیشمون هم مشخص کردیم، ولی باز این هفته دیتا هایی داریم که میتونه به دلار خیلی فشار نزولی سنگینی به وجود بیاره روی دلار و فشار بیاره به دلار. ما دیتا NFP رو داریم، دیتا مشاغل رو داریم. پس اگر یه وقتی اینجا دنبال بای میگردیم، بعد از اون دیتا میتونه دیدگاهمون تغییر بکنه. واسه همین میگم اون ویدیو رو حتما ببینید، اصلا مهمتر از تحلیل تکنیکال اون ویدیو و اهمیت بسیار بالاتری داره. خب برای شاخص دلار همون محدوده هفته پیش و این ساعت استافیشینگ این پایین همچنان به نظر من پاورجاست. تو تایم فریم یک ساعتش هم اگه بریم میتونید که ببینید همچنان این ترند روی بالا پاورجاست. کفی که بالاترین سقف زده رو اومد نفوذ کرد، یه استافیشینگ ریس کرد، همه رم زد و باز میتونه بره بالا. همین محدوده و همین سطح پایین. میتونید ویدیو رو پاس کنید و عددها رو روی تصویر ببینید. من یکم زوم میکنم تا یه خورده عددها بهتر دیده بشه. بعد از شاخص دلار بریم جوفرسا رو ببینیم. یورو دلار رو میخوام واسهتون بذارم که دقیقاً یورو دلار هم همینه، یه ترند روی پایین یک ساعته داشت که از اون بالاها ما سلش هم کردیم. آخرین لگ ریزشی این بوده، اومده این سقف رو استافیشین کرده. این خط زرده که میبینید ما خودمون سل زدیم آخرین روز هفته، روز جمعه با بچه کانال اختصاصی ساعت 7 6 7 شب بود که عصر بود که سل زدیم و حرکت نکرد مارکت. تقریبا یک به یک مونده داد ولی باز حرکت نکرد و برگشت بالا و پوزیشنمون بازه. ریسک زیاد دیتای این هفته میتونه دلار ضعیف بکنه. حتما اون ویدیو تحلیل هفته رو تقویم اقتصاد تحلیل تقویم اقتصادی رو ببینید. این یورو دلار، مثلا یورو دلار رو تحلیل کنیم دیگه. چی یورو دلار؟ اومدم فقط چارتش رو در مورد پوزیشن گفتم. همون محدود قبلیمون جای خوبیه. 1.09044 تا 0.9171 که دونه استافیشینگ اون بالا هم داریم. دیگه چیز دیگه ای نداریم. این خط زرد پایینیه استاپ لاس پوزیشن هامونه. یه دونه اینجا هم بچه در نظر بگیرید. این سقف بالا 1.08615 استافیشینگ دیدیم، میتونیم دنبال سل باشیم. این از یورو دلار. پوند دلار هم تقریبا یه همچین شرایطی داره. محدود دیلی هفته پیشو یه چند باری بهش برخورد کرد و ریخت اینجا و دفعه بعدی اومد تمام این سقفا رو گرفت و ریخت. این بالایی که زد اینجا به من یه استاپ زد خودش. ولی حالا واسه تحلیل جدیدش بریم تایم فریم دیلی ببینیم که اوضاع از چه قراره. دیگه این محدوده رو میتونیم پاک کنیم و فقط این خطر بیارم بالا بذارم اینجا لازمش. یه دونه استافیشینگ این سقف یعنی 1.343 و پایینیش 1.29940. این دوتا سطح رو داریم واسه پوند دلار و چیز دیگه هم نیست. عبور میکنیم. یو اس کد این محدوده استافیشینگ هفته گذشته رو داشتیم که اومد نفوذ کرد. این کف پایینی هم گرفت بعدش با شد دیگه. اینجا رو ما باید مد نظر نداشته باشیم. یه دونه این محدوده است 42049 تا 41835. یه دونه هم استافیشینگ این کفه و چیز دیگه این نداره غیر از اینا. این خط هم پاک کنم. دلار فرانکو بچه هفته پیش من گفتم تحت ترید نمی کنم. دلار رو در مقابل سیف هیون ها نمیخرم نمیفروشم. این دید اینساید مارکت و اصلا چیز خاصی نداشته. الان هم تحلیلی ندارم روش. دلار ین هم دوست ندارم تحلیل بکنم ولی باز یه محدوده خوب داره. همون محدوده که هفته پیش داشتیم 151 441 تا 151 526. چیز دیگه ای نمیبینم. بیاد اینجاها میشه سل کرد، دنبال سلش نمیگردم. خیلی اصرار به معامله گری ندارم روی سیف هیون ها در مقابل دلار تو این شرایط. یه خورده این تاب و تب جنگ تجاری بخوابه که بعدا با خیال راحت تری بتونیم سیف هیون ها هم جلوی دلار ترید بکنیم. برای نفت هم که همون محدوده هفته گذشته رو داریم همچنان. یه دونه سوینگ این بالا هم در نظر بگیریم. یه دونه سوینگ اینجا هم در نظر بگیریم. بچه‌ها ریت نفت روی چارت مختلف میتونه متفاوت باشه. من دارم رو پپرستون میگم. WTI پپرستون
محدودمون 70 نقطه 941 تا 71 نقطه 296. سطح استافیشینگ این بالا هم که تو تایم فریم یک ساعت هست 70 نقطه 363. نفوذ کنه زیرش کلوز بده تو 15 دقیقه یا محدوده میشه ترید روش راه انداخت. نقره هم از محدودمون هفته گذشته ریخت. هفته‌ای که محدوده‌ای که داشتیم حالا در یه رشد خوب کرد، در نهایت به محدوده خورد و واکنش نشون داد. به نظر من نقره رو خیلی پافشاری نکنیم. آقا میدونید این هفته اول هفته ما تعرفه های آمریکا هم خواهیم داشت و مارکت رو خیلی میتونه نوسانی بکنه. خیلی روی نقره هم پافشاری به ترید نداشته باشیم، ولی دیگه ترند رو کانفرم کرده، تو تایم فریم دیلی رفته بالا، دوباره کارکشن عمیقی بده از اینجا میشه ترید رو انداخت. اینو بدونید که روی نقره اگر تعرفه ها اعمال بشه میتونه تعرفه های بیشتر، یعنی اگه اعمال بشه واسه اقتصادهای مختلف مخصوصا فلزات صنعتی، رو نقره میتونه فشار نزولی بیاره ها. اینو در نظر داشته باشید. یه دونه این محدوده هست، یعنی 32.912 تا 32.997. یه دونه هم صد کف استافیشینگ این زیر 32.648. محدوده و سطح و سه نقره داشته باشیم، عبور کنیم بریم روی طلا. طلا هم عزیزان رشد بسیار جذابی کرد، آپ ترندش رو دوباره کانفرم کرد. دو تا محدوده داره، یه محدوده پایین‌تره بهتره. محدوده اولی که خیلی امن و جذاب نیست واسه من 3054 دلار تا 3056 دلار و 27 سنت. محدوده اول خیلی محدوده محکمی نیست، محدوده پایینی خیلی بهتره به واسطه اینکه کارکشن عمیق‌تری داره دیگه. 3017 دلار تا 3019 دلار یه محدوده 2 دلاری خوبه. یه دونه هم استافیشینگ این کفه که اینم بد نیست، 2999 دلار. این دوتا محدوده و این سطح واسه نقره داریم. بریم واسه یوکی 100. یوکی 100 هم عزیزان یه محدوده اینجا داره، همون محدوده هفته پیش و سوینگ استافیشینگ این کف. عددا رو میبینید دیگه، تکرار نمیکنم. بریم فرانسچل رو ببینیم. فرانسچل هم رفقا میتونه از این محدوده بالایی بریزه. دو تا محدوده داریم، هم واسه بای هم واسه سل. دسته بر غذا جفتش هم نزدیکه. واسه بای یه خورده دقت بکنید. من میگم بای خیلی اصرار به بای گرفتن نداشته باشید تا حداقل روز جمعه دیتا همه بیاد. جمعه به بعد میتونیم دنبال بای بگردیم. شاخص‌ها اینجا میشه برخورد به این محدوده رو سل کرد. 7975 تا 7984 واسه فرانسچل دنبال سلیم و این محدود و این سطح استافیشینگ این پایین هم دنبال بای میگرد. یورو 50 رو ببینیم. یورو 50 یه محدوده بای داره اینجا. خیلی من ریسک میبینم رو بای شاخص، خیلی دوست ندارم که راحت بریم رو بایشون. دنبال سلیم خوب ریختن. نزدیک دو جونز هم سل بزرگ، ما 600 700 پیپ رو هر کدوم نزدیک و دو جونز سل کردیم روز جمعه. خیلی مارکت سنگین حرکت کرد، الان بهشون میرسیم. حالا 5284 تا 5292 محدوده واسه یورو 50. دکس هم اگه نگاه بکنید بچه، دکس یه محدوده دیلی بزرگ داره که اینو میخوام یه خورده بهینش کنم، کوچیک‌ترش کنم این پایین ترا. 21977 تا 22037 دلار یورو در واقع، این در مقابل یورو. یکی هم استافیشینگ این کف اینجا 22214. این سطح و این محدوده واسه دکس در نظر داشته باشیم اگه رسید بای کنیم. یه محدوده خوب داشت و خوب حرکت کرد از محدودمون هفته پیش که بعدش حالا جمعه ریخت و از محدوده تقریبا رد شد. حالا این سطح و این محدوده رو واسه دکس میتونید در نظر داشته باشید. بریم اسمپی رو ببینیم. اسمپی هم خیلی خوب ریخت، ولی ما اسمپی رو ترید نمی کنیم به واسطه اینکه کمیسیون بیشتری باید توی بروکرمون، تو بروکرهامون یعنی در واقع پرداخت بکنیم، چون میدونید دیگه پیپ ولیو پایینتری داره نسبت به نزدک و دو جونز. و اسمپی خیلی واسه من جذاب نیست، چون واسه شما عزیزان اگه معامله باز کنید کمیسیون زیادی داره و هزینه تریدتون میره بالا، به جاش نزدک دو جونز رو ترید میکنیم. ولی به هر حال اگه بخوایم تحلیلش بکنیم اینجا یه دونه سطح استافیشینگ تایم فریم یک ساعته این بالا رو داره. یه محدود دیلی خیلی خوب داره پشت کندل روز جمعه که 5692 تا 5703 و این سطح بالا هم که 5789 دیگه. سطوح بالاتر رو بعداً با هم دیگه تحلیل میکنیم، فعلا به اونا خیلی کاری نداریم، دوره ازم. بریم برای نزدک. نزدک هم محدود دیلی بسیار جذابی داره. همون جایی که روز جمعه سل زدیم کارکشن بده دوباره میشه سل زد. 19800 تا 19820 محدوده بسیار کوچیک و جذاب. بریم تایم فریم یک ساعتش هم بخوایم نگاه بکنیم. این سقف اینجا هم میشه به عنوان یه سوینگ 15 دقیقه در نظر داشت. 20000 تا اینجا هم اگه وقتی استافیشینگ کرد، یعنی هم محدوده رد شده تاییدیه نداد، اینجا استافیشینگ کرد تو 15 دقیقه میشه سل کرد. بچه این سقف هم در نظر بگیریم تا
اینم بد نیست، این سطح مهمتر و بهتری هم هست اتفاقا، چون ریخته کفای قبلی هم شکسته و سطح خیلی خوبیه. 20340 دلار واسه نزدک. واسه روز جمعه اگر دیتا اونطوری که باید، یعنی اونطوری که پیش بینی شده منتشر بشه، بچه ما میتونیم حتی نزدک داو رو بای کنیم ها. لایف ترید هستیم با هم دیگه. میگم اون بررسی تقویم اقتصادی هفته پیش رو ببینید، خیلی دیتاهای مهمی داریم مخصوصا روز جمعه. اصلا از دست ندید اون ویدیو رو. این ویدیو تکنیکالی خیلی مهم نیست. اگر واقعا دوست دارید تریدر باشید و حالا یه خورده حرفه‌ای تر به مارکت نگاه کنید، اون ویدیو تقویم اقتصادی مهمتره. واسه داو جونز هم من محدوده ها رو سطوح واسهتون بکشم. یه محدوده اینجا داریم 42300 تا 42365، محدوده بسیار جذابیه. این دو تا سطح هم داریم 42569 تا 42823. این دو تا سطح هم برای استافیشینگ خوبن اگر مارکت یه وقتی کارکشن بده بهشون. ما کل این ریزش و این یه تیکر رو کامل توی مارکت هستیم، روزهای قبل هم سل کردیم و خیلی خوب تونستیم سود خوبی هم از مارکت بگیریم. شاخص جفت ارزهای دلار و طلا و نقره و نفت و اینجور چیزا رو دیدیم. بریم بقیه جفت ارزهایی که NZD دلار هم یه نگاه بندازیم، AD دلار هم نگاه کنیم، بعد بریم بقیه فارکس مارکت ها هم با هم دیگه بررسی کنیم. یه سطح استافیشینگ این بالاست 0.57673. یه دونه هم محدوده تایم فریم دیلی اینجا بچه‌ها در نظر داشته باشید. من کف و سقف محدوده هم بکشم براتون. 5850 58262. این واسه NZD دلار. AD دلار هم نگاه بخوایم بکنیم همینطور یه سوینگ این بالاست که خیلی امن نیست ولی محدودش خیلی خوبه، محدوده خوبیه. عددا هم دیگه دارید، تکرار نمی کنم، میتونید رو ویدیو ببینید. بریم یورو فرانک. یورو فرانک هم همون محدودهای قبلی نزدیک قیمت. دوست ندارم تحلیل بکنم چون دیتا نرخ بیکاری یورو هم فرانک هم داریم، دیتا تورمی یورو هم داریم، میتونه نرسان بکنه. از این محدودات دنبال ترید میگردیم به سمت سل. یورو ین داشتیم هفته پیش نزدیکای محدوده رسید ولی محدوده مصرف نشده، همچنان پاورجاست این محدوده و این سطح. بریم یوروکد هم از نزدیکای محدودمون پا شده. باز هم همین محدوده ها واسه همین محدوده واسه یوروکد کفایت میکنه و دنبال ترید نمیگردیم. دلار کانادا هم بچه ها این هفته هم دیتا مهم داره هم اتفاقات مهم. دلار استرالیا هم همینطور. این یورو ایودی این هم محدودش باورجاست و تحلیلش نمیکنم دیگه، محدوده رو جابجا نمیکنم. به خاطر چی همین محدوده رو نگه میدارم نمیام نزدیکتر قیمت؟ به خاطر اینکه دیتاهای مهمی دارن. یورو CPI داره و AUD نرخ بهره داره، واسه همین دنبال ترید نیستم. یورو NZD هم محدودش همچنان پاورجاست، عبور میکنم. یورو پوند دوستان عزیز یه محدود دیلی اینجا داره، همون محدود دیلی هفته پیش رو در نظر داشته باشید. این محدوده دیلی این هفته هم بکشید و آلارماتون رو واسش بذارید. 83 809 تا 83 852 محدوده اول. محدوده دوم هم که این بالایی است، عددش هم دارید دیگه، 84 162 تا 84 208. عبور کنیم بریم روی پوندین. پوندین محدوده و یه سطح استافیشینگ داشتیم که نفوذ کرد از بالاتر ریخت. الان بخوایم تحلیلش بکنیم یه دونه اینجا داره، یه محدوده دیلی پشت این کندل داره، یه سوینگ این پشت، چیز دیگه ای نداره. اعدادم میبینید دیگه، تکرار نمی کنم عددا رو. اینم از عدداش. بریم پوندکد هم محدودمون رو اومد گرفت، یه نفوذ کوچیک هم کرد زیرش پا شد. این دفعه بخوایم تحلیلش بکنیم من این محدوده رو دوست دارم پاک بکنم، یه سطح استافیشینگ این کف رو بکشم، خط زرد 1.83446 و محدوده هم که پایین تر دیگه کاری به کارش نداریم. عبور میکنم بریم پوند انزدی رو ببینیم. پوند انزدی هم تو نزدیکای محدوده رفته و هفته های دو هفته قبل پا شده و هنوز محدودش هنوز سر جاش هست. یه دونه سطح این کف هم داریم، یعنی 2.23961 نفوذ بکنه مارکت تو یک ساعته این سایت یه تاییدیه بده، استافیشینگ این کفو میشه بای کرد با استاپ زیرش، به دنبال بای بود تا این سقفو. من خیلی دنبال ترید نیستم تو این مارکت، واسه همین سریع ازشون رد میشم. شاخص ها خیلی جذاب ترن، دیتا های مهمی داریم و شاخص ها موقعیت های خوبی دارن. اگر هم شاخص ها نخوایم ترید بکنیم اون طرف،
یورو دلار پوند دلار موقعیت‌های خوبی دارن که بر اساس دیتاها بررسی‌های لازمه رو انجام میدیم و ترید هامون رو راه خواهیم انداخت توی لایو تریدا کنار هم دیگه. این هم این کف پوند یودی هم اگه بخوایم در نظر داشته باشیم محدودش رو یه بار اومده گرفته، هفته قبلی هنوز پابرجا هست و این کف قبلی جای جذابیه که دنبال بای بگردیم. تو تایم فریم یک ساعته جو فرسا رو تاییدیه میگیریم. پوند فرانک هم مارکت رنج بوده، همین سقفی که اینجا و این سقف بالاتر که در نظر گرفته بودیم واسه هفته پیش هنوز پابرجاست. یک نقطه 14692 تا وسط بالایی هم یک نقطه 15035 عبور میکنیم. ایودین از محدودمون ریخت عزیزان. حالا بخوایم آپدیتش بکنیم مارکت خوشگلیه این، اگر یک وقتی کارکشن داد به همین سطح محدوده کندل قبلی روز جمعه، کندل قرمزه، دوباره میشه دنبال سل بود 95 نقطه 143 تا 95 نقطه 300. یه استافیشینگ این بالا هم داریم 95 نقطه 757. هنوز دانترند و مارکت میتونه بیشتر از این حرف هم بریزه. ایودیکت ایودیکت هم رفقا اینجا ما یه سطح استافیشینگ داشتیم، اومد نفوذ کرد. یادمه روز سه‌شنبه هفته پیش تو لایو ترید گفتیم میشه بهت میتونید سلش بکنید که خوبم ریخت تا کف رنجش اومد دوباره برگشته بالا. حالا اینو بعد دوباره این سقف رو در نظر بگیریم دیگه. 90 341 سقفش واسه استافیشینگ و محدود بالایی که خیلی بهتر از این سطح هست. به نظر من اگه بخواد بیاد بالا این محدود بالایی رو میتونه ببینه. دلار کانادا و دلار استرالیا این هفته به شدت میتونن نوسان بکنن. به نظر من تریدشون نکنیم به نفعمونه. ایودی فرانک هم از محدودمون ریخته، نفوذ کرده تو یک ساعت تاییدیه داده و ریخته. الان بخوایم دوباره تحلیلش بکنیم دیگه این محدوده رو من پاک میکنم، یه سطح استافیشینگ واسه اینجا و یه سطح هم واسه این بالاتر. بچه‌ها یادتون نره ستاپ شماره یک رو خودتون باید ببینید. رفتار اصلی و اساسی ما توی مارکت با ستاپ شماره یک شکل میگیره، نه این محدودهایی که میکشم. اینا محدوده تایم فریم دیلیه و سطوح استافیشینگه. فقط بر اساس دو تا ستاپ میتونم الان تحلیل بکنم مارکت. تعطیل مارکت که باز کنه حرکت بکنه در طول هفته میتونه ستاپ شماره یک و حالا ستاپ های مختلف اونو بهمون بده. انزدی فرانک هم تا نزدیکای محدوده رفته ریخته، محدوده هنوز همچنان پابرجاست. یه محدوده کوچیک اینجا داریم، پر ریسکه ولی بعدم نمیاد که اینم در نظر داشته باشیم به دلایلی که توی ویدیو قبلی گفتم میتونه حالا انزدی و ایدی ضعیف بشن. عددهای محدوده رو بگم 50 554 50 603. NZDN چیکار کرده؟ از محدوده‌مون ریخته. این خط سفیده‌ای که کشیده بودم استاپلاسی بود که میتونستید در نظر داشته باشید. حالا میخوایم آپدیتش بکنیم. اینجا میتونه محدوده جدیدش باشه واسه این هفته. ستاپ شماره یک رو حتما تو این مارکت پیگیری بکنید، خیلی جذاب میتونه باشه تو تایم فریمش یک ساعته. و حالا به هر حال یه سطح یه محدوده اینجا داریم و سطح استافیشینگ هم اون بالا داریم. یه عددا رو نمیگم، رو چارت دارید میبینید. NZD کدم تحلیلش نمی کنم، رد میشیم. AUDNZD بچه از محدوده هم تو تایم فریم یک ساعته اینجا روز سه شنبه سل زدیم، یک به یکش رو تقریبا داده برگشته بالا. حالا اگه بخوایم دوباره تحلیلش بکنیم دیگه این محدوده رو میتونیم پاک بکنیم و همین ساعت بالا یک نقطه 10 255 یک نقطه 10 316 بیا تو این محدوده به دنبال سل میتونیم باشیم. دلار استرالیا جلسه بانک مرکزی داره که به نظر من این جلسه ضعیفش میکنه و میتونه ریزش خوبی رو بکنه و اتفاقا ADNZD از اون چارت قشنگاست. کت فرانک هم نگاه کنیم. کت فرانک هم از نزدیکای چی شد اینجا بود، از رفته محدوده یه نفوذ کرده و بعد ریخته، از محدوده بالایش ریخته. ببینید از پشت این کندل ریخته. حالا الان دیگه بخوایم تحلیلش بکنیم اینو بعد بذاریم اینجا. این میشه محدوده دیلی این پایینش و محدوده دیلی بالاتر که الان بالایی رو خیلی کار نداریم، دوره فعلا. 61 877 تا 61 937. کدین هم ببینیم، اونم از محدودمون یک کوچولو رفت بالاتر، یکی دوتا کندل یک ساعته و بعدش ریخت. تریدش نکردیم ولی به هر حال باز هم اینم مارکت قشنگیه تو ترند یک ساعته عزیزان. ستاپ شماره یک دنبال سل بگردید روش. من فقط دارم محدود دیلیشو در نظر میگیرم. محدود دیلیش این میشه، محدود بسیار جذاب و کوچیک داره. یه دونه سوینگ این بالا هم بکشیم. عدداش هم بخوام بهتون بگم میشه این سوینگه میشه 105 869 محدودمونم پایینش 105 539 تا 105 634. آخرین چارت هم بریم انزدی فرانک هم نگاه کنیم. یه سوینگ داشتیم اینجا نفوذ کرد تو یک ساعته تایید داد و ریخ. بخوایم تحلیلش بکنیم همین محدود دیلی روز جمعهش
بد نیست. بدون محدوده هم اون بالاتره، اونم بکشید چون نزدیک قیمت هست دیگه. میشه کف محدودمون 107 محدوده پایینی 171 137 تا 171 363. محدوده بالایی هم که محدوده قدیمیه ولی بد نیست و خوبه، میتونید عدداشو داشته باشید 171 926 تا 172 213. رفقا وقتی محدوده اینجوری نزدیک میشه تریدرامون متاسفانه میان اینجا که سل میزنن، تاییدیه میگیرن، سل میزنن، استاپو میذارن این بالا. مارکت که میره استاپشون رو بزنه برمی‌دارن میذارن پشت محدوده بعدی. دیگه مدیریت سرمایه رو خراب میکنن. چرا شما باید استاپ اینجا رو در نظر بپذیرید؟ بذارید اینجا استاپ بخوره، اگر اومد تو محدوده بالایی از کجا میدونید از اینجا میریزه، اگر اومد اینجا تاییدیه داد بعد سلش میکنید دوباره استاپ میذارید بالا. چرا این وسط باید ضررش رو در نظر داشته باشید؟ اون عزیزی که میاد استاپ از اینجا برمی‌داره میذاره محدوده بالایی، وقتی که اینجا هم مارکت تاییدیه نده و بخواد رد شه دیگه استاپشو نمیذاره بخوره، 20% اکانتش قرار از بین بره، استاپو برمی‌داره و یکم بالاتر کال میشه. پس به هیچ عنوان محدودای نزدیک رو استاپ جابجا نکنید بینشون. من دوست ندارم محدودای نزدیک معرفی بکنم ولی بعضا چهارتا این اتفاق واسهشون میفته. امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. هفته بسیار مهمه، ویدیو تحلیل اقتصادی هفته رو حتما ببینید. سعی میکنم که روی لایف ها در کنارتون باشم تا بتونیم موقعیت های بهتری رو با همدیگه ببینیم و تریت هامون رو راه بندازیم. فعلا خسته نباشید. خدا نگهدار.